سلام. امروز یه موتور کامینز QSX برای تعمیرات به مجموعه ما ارسال شده. برای اون دسته از دوستان عزیزمون که از فعالیت‌های مجموعه ما اطلاع ندارن، باید خدمتتون عرض بکنم که مجموعه ما تو زمینه تعمیرات انواع موتورهای دیزل دریایی و ژنراتور به صورت تخصصی فعالیت می‌کنه. یکی دیگه از زمینه‌های فعالیت ما تعمیرات انواع گیربکس‌های دریایی به صورت تخصصیه. همینطور ما میتونیم تو زمینه تعمیرات اویل پمپ‌های گیربکس و موتور تو سایزهای مختلف به شما خدماتی بدیم. وقتی که میگیم تو مجموعه ما تعمیرات 0 تا 100 موتور دیزل انجام میشه، منظورم اینه. تعمیرات توربو شارژر موتورهای دیزل دریایی و ژنراتور از سایزهای کوچیک تا سایزهای بزرگ. و در نهایت یکی دیگه از فعالیت‌های ما تهیه قطعات انواع موتورهای دیزل دریایی و ژنراتور توی برندهای مختلفه. از جمله ساخت انواع اینترکولر موتورهای دریایی و ژنراتور و واردات اورجینالش، ساخت و تهیه انواع مخزن‌های آب موتور توی برندهای مختلف، انواع فلکسیبل‌های اگزوست تو سایزهای مختلف، همینطور کولرهای روغن کتابی استیل که به صورت اورجینال وارد می‌کنیم. همینطور ساخت انواع بوش و واردات اونها به صورت اورجینال. همینطور شما اگر نیاز به دنده های گیربکستون داشتید که توی بازار پیدا نمیشه، ما میتونیم مشابهش رو با همون آلیاژ برای شما تو مدل های مختلف بسازیم.